لیدا حضوری برای پرواز آماده می شود. پرواز بر فرازده سبز کابل، شهری که زنانش با انواع محدودیت‌های اجتماعی روبروند. اینجا دیگر محدودیت نیست، مثل یک پرنده حس آزادی می کند. بسیار خوشایند است برام. فکر کو که کلگی که در زمین هستن و خود در حواسی مثل یک پرنده راحت آزاد هر طرف که بخوای میتونی پرواز کنی، هر مسیر که بخوای میری و بسیار خوشایند است. من نمیتونم که قسم احساسی که دارم براتون بیان کنم. لیدا حضوری و دیگر ورزشکاران این رشته معمولاً به خاطر فرار از مزاحمت مردم در بیرون از شهر و در جاهای نسبتاً خلوت تمرین می کند. شمار دخترانی که گاهگاهی از بلندی‌های شهر کابل و حاشیه‌های آن به پرواز می آیند به حدود 20 نفر می رسد. لیدا حضوری اما نخستین دختر است که کابل را از این زاویه تماشا کرده و حداقل هفته یک بار این کار را می کند. در نخستین روزها لیدا تا به ارتفاع 300 متر پرواز می کرد، اما با تمرین بیشتر اعلی بلندتر پرواز می کند. این ورزش است که هیجان داره برای خود و همین هیجانش تمام شاگردان را برای خود کش میکرد و ما هم وقتی که در اوایل از زمینی تمرین میکردیم برام بسیار خوشایند بود که ما بتونم که از بلندترین ارتفاع پرواز کنم. آهسته آهسته تپی کوتاه رفتیم، بالاخره تانستیم که در ارتفاع 1000 متر ما میتونیم که پرواز کنیم. پرواز با پاراشوت، ورزشی که اسم لاتینش پاراگلایدینگ است، در افغانستان پیشینه چیز نزدیک به 4 سال دارد. با آنکه خیلی هیجان انگیز است، ولی به اساس آمار فدراسیون ورزش‌های هوایی افغانستان شمار ورزشکاران این رشته در افغانستان چیز نزدیک به 100 نفرند. تجهیزات خود ورزشی بخش پاراگلایدینگ یک ست کاملش بین 4 تا 5000 دلار میشه که شامل یک چوکی میشه، یک پاراشوت داخل چوکی میشه که بر وقتای اضطراری است، یک کلاه کربن میشه، یک مخابره میشه و یک عدد خود چترشان یا خود پاراگلایدرشان. مشکل اصلیش هزینه هایش است. هزینه های ورزش است که بسیار بالاست. یعنی افغانستان با کوههایی که داره، با جاهایی که داره، یکی از بهترین کشورهاست برای این ورزش. پاراگلایدینگ هم جرأت پرواز می‌خواهد و هم وسایلش گرانبهاست. اما لیدا هر روز به دنبال هم پروازهای بیشتر می‌گردد و امیدوار است خیلی زود به شمار پاراگلایدرهای آسمان کابل افزوده شود.